19 سال شد بیوه تنهایی. چیکار کنم؟ خیال میکنم تمام مردکای تاجیکستان، تمام مردکای روی دینا در نظرم الفاظه. من ایدیم زن شدن در دوزخ دبرم خوبه. دوزخ دبرم هر چیزی چیه. آوازه ها در سامانه های یوتیوب به نهایت زیاد بودن نسبت آنه که گویا که شما زن دومی قدم قربان شده اید بعد از مدت بعد که کارش با دیگر کس 3 آدم در من ماشین خریدگیم. والله قسم 3 ماشین. BMW خریدم، زفیر خریدم، مرسدس خریدم. شما لباس های نیم اوریان خود را یک جای است در نزد یک پرتوگاه سوزانده ایستاده اید. اگر شما از ریختن موی سر اذیت میکشید یا اینکه ریشتان را زیاد کردن میخواهید، در بدن شما سفید شوی پوست به نظر میرسد یا اینکه خود را فربه یا خراب کردن میخواهید، پس به شما گیاهای طبیعی صاف سودا کمک میکنند. دستافکا به مسکو و سنت پترزبورگ و دیگر شهرهای روسیه. رقم ها در زیر نوار و روی اکران. سلام به بینندگان عزیز و مخلصان برنامه چهره آشنا از سامانه تاجیکان گروپ. مهمون نوبتی ما هستند بانوی هنر، بانوی خوش صدا و خوشخرام، آوازخوان محبوب و مشهور گلدانه علیارزاده. سرول مهمان خود را به استودیو خوش آمدید میگوییم و بینندگان عزیز باید قید نمود که در ثبت برنامه و عموما برای پخش برنامه به ما کمک میرسانند تالار میبل امبوود. شما میتوانید از این تالار بهترین میبل و جهاز خانه را دسترس نمایید. خب گلدانه بانو بار دیگر شما را به برنامه چهره آشنا خوش آمدید میگوییم و تشکر میگوییم که دعوت ما را پذیرفتید. وقتی قیمت خود را دریغ ندانسته به برنامه ما تشریف آوردید. به همه ما و شما معلوم است که وارد دنیای هنر شدن، صنعتکار شدن برای یک زن، برای یک بانو به نهایت کار دشوار است. در این سمت اولین قدم های خود را گذاشتید که به شما کمک کرد با دستگیری و راهنمایی هایی که وارد دنیای هنر شده. من اون کس دستگیری نکرده است. من به اسپانسر یعنی به سرپرست 10 ساله در جده صنعت پیش میبرم صنعت خود را. اسپانسر ندارم. یعنی یگان از خدمت سرپرست استفاده نمیبرید. خب یاد دارید اولین مرتبه با کدام ترانه روی صحنه آمده بودید؟ یاد دارم 2010 سرودی دلبرک دهاتی هم همتون میدونید. همه سرود از طریق تلویزیون از خطلان. به اندیشه شما کدام ترانه شما رو میان مردم، میان مخلصان شناس نمود، مشهور نمود؟ سرودهای من زیاده قریب 50 تا سرود دارم. 50 تا کلیپ همش کلیپ سد همش در میان مردم چرخ میزند. از یوتیوب از همه چیزا کانال ها زنگ میزنن مرا. بسیاری از سرود دارم که تو بیرو ای نامسلمان نداری ذره ایمان فهمیدم درویه هستی به وفای پول پرستی. این سرود چگونه تولید شد؟ مال کیست؟ گفته میتونید به مخلصان؟ این سرود شاعره بانو زینب از روسیه است. شعر آهنگ سماع رنجروفکن الهام مرادف. یعنی تنظیم موسیقی الهام مرادف. خب خیلی خوب. و از همه ترانه‌ای که به دل خود شما نزدیک است، خود شما اون را بیشتر دوست می‌دارید، در وقت‌های خالگی فارغ از کار میشنوید، کدام ترانه شما است؟ من زیاده هم از سرودام از زمزمه میکنم در وقت‌های خالگی. سروده که یک سرود بعدیم سرود دلبرک دهاتی برو ولگیم برادر و دادر ندارم که بگیره خبرم. همین سروده بسیار دوست دارم، زمزمه میکنم.
بیشتر با کدام آهنگسازان با تنظیمگران و شاعران همکاری دارید؟ دلوار زهریان نزدیکی دی از سرود من باید تمرین کرد. بهترین آهنگساز تاجیکی بسیار از ستاره های خیراندیش از شاعران با خیراندیش، از تنظیمگران، کلیپ سازان با کیها بیشتر همکاری دارید؟ این همی حاضی چند تایی استازم بگم میشوه علدین دولت سرودو ما تایور میکنم. یعنی اهل دین دولت آواز می نویسه، ثبت آواز. نوردین صابیر چند سرودی مرا باید ارنجر فکرده از آواز شود. الهام مرادو، بله، اینام جان احمدov استودیوی ثبت آواز سیاوش. بله. خب کلیپ سازان بیشتر کلیپ های شما را کدام استودیو ثبت میکنه؟ ازو پروداکشن. خطا نکنم آخران کلیپ شما از جانب همین استودیو پیشنهاد بینندگان گردانیده شده بود که شما در آن یک سرود اسلامی پیشنهاد مخلصان گردانیده بودید و در آن کلیپ شما سطر کرده بودید. میبینم که امروز شما سطر ندارید. میخواستم نسبت همین مسئله کمی روشنی میانداختید به مخلصان. او سرودی ازام بود. یعنی خاصی همون سرود ببر نمودن همون لباس رو طلب میکردن؟ سرود همین لباس رو طلب بله بله رمضان بود. بله. و در یک نوار که در سامانه یوتیوب اویلا تیجی است ما میبینیم که شما با راوی برنامه رستم، خطا نکنم رستم عظیمی، شما لباس های نیم اوریان خود را یک جای است در نزد یک پرتوگاه سوزانده ایستاده اید و شما در همون برنامه وعده کردید که دیگر لباس های اروپایی بر نمیکنید. این ایده کی بود؟ منم باز میبینیم که شما باز سر و لباس شینم زیبای اروپایی بردارید. صنعت همین چیز را طلب میکنه. صنعت در نمیشه که دیگه محکم بشه. هر یک سرود جای خود را دارد. هر یک لباس هم جای خود را دارد. وابسته به سرود. انا این ایده سوزاندن لباس های شما از خود شما بود یا اینکه رستم؟ چی باعث گشت که انم لباس های زیبا رو شما سوزاندید؟ شاید اون لباس سوزاندم به یک آدم دخل داشت و اما آدم بسیار تنقیدهای زیاد کرد. اما یک کلیپ در پوشیدگیم کرد بچه چشکه بود خواندگیم. اما لباس در تنم بسیار کمینتری بیزیب دشنام یک آدم در دخل داشت برای هم یک آدم سوزاندم. برای یک آدم شده شما از بحر لباس هایتان گذشتید سوزاندید. خب و ایده ای آوازه ها در سامانه های یوتیوب به نهایت زیاد بودن نسبت آنه که گویا که شما زن دومی قدم قربان شده اید. حتی در این مورد رستم برنامه در یوتیوب کرده بودن. بسیار آوازه ها بودن. نه آوازه ها دروغ بودن. نه آوازه ها همچه پیر بود. یعنی این آوازه ها حقیقت ندارن؟ شما زن دومی قدم قربان نشده اید؟ میان شما تنها همکاری هم؟ تنها همکاری، هم مخلصش هستم هم استاز من. یگان دروغ ایده خیلی. یعنی یگان مناسبت عاشقانه میان شما وجود ندارد. و نسبت اونه که در یک برنامه کنسرتی یا در یک نوار هم شما گفته بودید که با قدم قربان دویت ثبت کردنی هستید. این مسئله دویت چی شد؟ نصیب نزدیکی ده می شود. خیلی دنیا ناتین شید. همه تشویش خودشی. بیماری کرونا ویروس آمدن. بیماری اومد دیگه همه ای ترسد. مرا نمیبینی که ای ترسد چی طری کردم. بله. و همه خواستم فهمم که
بیماری کرونا ویروس به هنر شما، به صنعت شما، به پیشرفت هنر شما یگان تاثیر منفی رسانید؟ اکثر هنرمندان رو امروز میبینیم شکایت میکنن که توی نیست، درآمد نیست، کنسرت نیست. خیر میگن که در دریاها آب نباشه از جبارها آب از کجا پیدا میشود؟ همه که راهوی نباشه مردم ما مهاجرای ما کار نکنن نیاید توی ای کجا میشود؟ ما ای کجا قامتمون درست میکنیم؟ اما چند مرتبه که من به شما زنگ زدم شما گفتید که من در معرکه هستم، در توی هستم. خیلی شکرانه خدا توی هر روز توی میگن کرونا ویروس هم که باشه من دارم با مخلصان شما هستن، شما به توی میروید به خدمت مردم. من سطر کردم گفتم که با مرور زمان صنعت ترک میکنن. من نگفتم که پگم صنعت ترک میکنم. یعنی در نواری که زمان برای که 1 سال پس بس کنم، برای 5 سال پس، برای 20 سال پس، با مرور زمان برای آن چی گفتم برای آینده ها بود. مخلصای من زنگ میزنه میگه که چقدر بس کردی؟ بس نمیگردی من توی داشتم. مخلصان با دلشان شکستم بعد دیگه صنعت دوام دادیستم. یعنی که روزهای نزدیک یا سالهای شما گفتن نمیتوانید که کی صحنه هنر رو ترک میکنید، اما نیت و نقشه دارید. نیت نقشه دارم، خانه خداوند رفتم اومدم حتما بس میکنم. در نصیبم باشه میروم، نباشه هیچ. رفت و ترک صحنه کردید، با کدام شغل با کدام فعالیت مشغول میشوید؟ و غیر از صنعت یگان کسب دوست داشته دارید؟ هر یک آدم یک کسب مشغول میشود، همون کسبش دوست میدارد. در وقت دیگه کسب بودم همون کسبم دوست میداشتم. حاضر که در صنعت من دوست میدارم. ای کدام ساعت که مقصد زندگی پیش میره همون کسب دوست میداری. یعنی بغیر از صنعتکار بودن باز با کدام کار مشغول شده اید؟ نمیدونم با تاجری یا با کار دیگر؟ من همه کار مشغول بودم. حاضر همه کارم جنبست کردم، همه کارم صنعت پیش بریزم. با مرور زمان صنعت بس کردم با کاری پیدا میشه که یعنی نیت داره، نقشه داره. همین زمان جای فعالیت میکنید؟ طربخانه دلخوشی. یعنی در طربخانه ها موسیقی زنده هم فعالیت میکنید؟ شبانه. چگونه که میبینیم در سامانه های اینترنتی در پای نوشتن کامنتاری ها مخصوصا این میان ما تاجیکان معمول است تنها تنقید کردن، پس زدن یک هنرمند، یک صنعتکار، تو فلان لباس نپوش، این خیلی سرود نخوان و خیلی سرود نخوان. هر گونه همین گپ و کلوچه ها به شما چگونه تاثیر میرساند؟ من اول در صنعت نو قدم گذاشتم، کامنتاری رو میخوندم، زیق میگم پگه صنعت بس میکنم. اوشه میخوندم پگه صنعت بس میکنم. همه خیلی 10 سال گذشت. من اوجه عادت کردم. یعنی عادت کرده؟ گنده می نویسه، خوب می نویسه. میگه که سطر کردی، چی به سطر تا پرتافتی؟ او سطر اون چیز رو نداره که من سطر کردم، نماز خواندم، سطر کردم، صنعت پرتام. هر یک آدم صنعتکاره فرق نداره، ایمان داشته باشه. من صنعتکارم باشم نماز من میخوانم. نماز خواندن در صنعت چی دخل داره؟ بله. بینندگان عزیز یادآور میشویم که شما برنامه چهره آشنا را از سامانه تاجیکان گروپ تماشا کرده استودید و شما با کانال ما ابونه شدن رو فراموش نسازید. مهمان ما هستند آوازخوان محبوب، خوش صدا و خوش سیما گلدانه علیارزاده. خب گلدانه بانو، میخواستم اطراف زندگی پس پردگی شما با بینندگان کمی معلومات دهیم. شما اویله‌دار هستید؟ فرزند دارید؟ من یه بچه دارم، اویله‌دار نیستم. یه پسر دارید؟ این زمان شوهر ندارید؟ از شوهر جدا شده؟ سبب جدایی در چی باشد؟ شاید شما آوازخوان بودید، از همین خاطر باشد. پیش از آوازخوان شدن اویله‌دار شده بودید یا که آوازخوان بودید البته؟ آوازخوان بودم. یعنی آوازخوان بودید اویله‌دار شدید. فرزندتون هم خطا نکنم با جاده کسب انتخاب نموده شما رفته است، یعنی آوازخوانی میکند. بهروز جان آوازخوانی میکنه، میگه که من در آینده میگه پرکار میشوم، در
در آینده میگم من پرکرور میشم، همین در زندگی ترا کی همه خیلی حال دا آورد، مقصد این روی ببختی تو ویزا شدی کم اینتریو رو میخونه، میگه در زندگی ترا کی عذاب دو، ترا تا همین رو کی آورد، در آینده پرکرور میشم جزای همون کسا رو میدیم. میگه بعد از اونی که از شوهرتون جدا شدید دوباره نیتی اویلادار شدن نکردید؟ پیشنهادها بودن نبودن؟ نه، در همون برنامه اویلاتیجی گفتم که مردکا الفونسه در نظر همه مردکا الفونسه یک قیمت کمیتره نسبتی همه الفونس گفتم گپ چپوشی الفونس گفتم من در حیات شخصی زندگی خودم دیدم هم خیلی آدم را یعنی بودن مردانی در حیات شما که از صنعت شما از مبلغ شما استفاده بردن و شما خیانت کردن. مقصد در زندگی من یک نفر دو نفر همه خیلی آدم ها قطعی خوردن، خیال میکنیم که در نظر من همه این مردکا میداره کدام یکی بیو من ترا نکاح میکنیم میگیریم خانه خداوند میبرم میارم، میگم من باور نمیکنم علاقه به مردها تماما با انسان خوب مرد خوب وانمود میکنن بعد از مدت بعد که کارش بود سرشوی کار داخل با نمود با نموز با مدنیت با مدنیت نمود میکنم و یکی کاری خرز که سر شید تمام شید قرض داره ایمه پل قرضم نمیدی نمیچیم نمیکنیم اینم کارش کن دیل مگیر تا اوجا ما ترسان شده گیر نمیکنه شو طبا از همین خاطر گلدانه بانو میترسد که دوباره به شوهر برایت چون که مردم باید به حد دروغ گفتن او رو فریب کردن. همگونه مرده که در زندگیم یک کس دو کس دیدم و خیال میکنم تمام مردکای تاجیکستان تمام مردکای روی دینا در نظرم الفونس نگه ایگونه نیست. بله 5 برابر نیست. ما باوری داریم که روزی می شود که با مرد و میخرید که واقعا شما را صدقاً دوست می‌دارد. همه این مردها همینگونه نگه ایگونه نیست. همه این مردها در این گپوی ما با همه این مردها دخل ندارم برای یک کس دو کس اینه که همه بخشش نکشوخی کدامی که در کمینتر امین ایسه بخشش میکشه او همگونه مرده خودش. و امروز ما میبینیم که اکثر بانوان صنعتکار ما در زندگی اویلوی خوشبخت نیستند و بعضی ها زن دوم حتی سیوم میشوند، ولی ما نشنیدیم که گلدانه بانو زن یگان ثروتمند زن دوم یا سیوم یگان ثروتمند شده باشد. برای چی؟ شاید شما دیگران رو دیدید و ترسیدید. برای چی زن دوم میشوند؟ نمیشود که زن یکم شوند، اونها زیبا هستند، یگان کمبودی ندارم. بگم ما اول یاش بودم خوردکک بودم مردکای کلون گپ میپرد گیری میشه. ما ای دیم زن شدن ده دوزخ دبرم خوبه همین دوزخ دیم زن هر دشی چه یعنی نمیخواید که زن دویم باشه؟ زن دویم بهترش به شوهر میگردیدن. همه آدم زنگ زنه که شو میکنی نمیچی میکنی نمیزن همه تو هم بگوشتون میگیرن که من زن دیم شدن نمیخوام دوزخ زن دیم هر دشی بله. یعنی گفتنیه که این زمان تنها هستید با نفر مناسبت عشقانه هم ندارید. من باور نمیکنم اینقدر زن زیبا آوازخوان شناخته در تمام توی و کنسرت و معرکه ها برآمد کنند یگان دوست داشته نداشته باشد. این خیلی میشود؟ نه هسته تنهایی به دلتان نمیزند؟ تنهایی من 19 سال شده تنهایی چیکار کنم؟ 19 سال شده بیوه تنهایی چیکار کنم؟ بله خیلی جرأت در کار، خیلی اراده قوی و مستحکم در کار که اینقدر مدت طولانی تنها بودن، زندگی کردن، مبارزه بردن و حیات را پیش بردن. 19 سال شد مثال بله. مجرد هستم بینده یک شو کردم شوهر کردید؟ همون بچم 2006 بچم دیگه همین شوی مردم بله. یک چنشان میده میره دیگه. یعنی شما نمیخواید که شوی مردم را از خود کنید، هر کی به خود نصیب کنه.
خب دیگه دل مزه ترسان شدیم توبه بله. توبه گوش کشیدیم. به اندیشه شما گلدانه بانو بعضی هنرمندان واقعا هم پرهنری ما مخصوصا بانوان یک باره ترک صحنه هنر میکنن. مثلا منیژه دولت و ملکه سعید و زیبا نورو و بسیار هنرمندان دیگر بودن. سبب این رو شما در چی میبینید؟ به اندیشه من یگان کس فشار میاره با که گفتی چیو گراجت میکنه که وزی بانوانی صنعتکار ولی یگان دشمنشون شاید یگان کس فشار میاره گراجت میکنه خیلی صنعت میپرده خیلیش داد مقصد یگان کوری دیگه میگذره یعنی تغییری کسب کوری میکنه تغییر هسته میگذره صنعت بس میکنه یعنی که به دیگر اویلدار میشوند و و خود شما چون این حالت دچار شده بود یگان نفر به شما فشار آورد که ترک صحنه کنید؟ این مدام زنگ میزدن تا صنعه نبرو ایتا و تا این من یگان کس میترسم مفتن میگیره یعنی شما زنی با مرا یگان کس جرأت نخورانه یگان کس نپشانه یعنی تمام زندگی شما پیوست است با هنر شما با صنعت شما و زندگی رو محض از همین ساعت پیش میبرید. در دوشنبه خانه داره؟ بله ماشین ما میبینیم که شما با ماشین خارجی خیلی هم زیبا با رقم های عجیب ماشین خودتون است یا اینکه اجاره گرفتید؟ فقط راستش رو بگید. ما میبینیم که شما زود ماشین عوض میکنید. نه ماشین خودم یعنی ماشین خودت. یگان کس یوردن میکنه اسپانسر دارم تمغه ماشین تا گفته میتونید؟ لکسوس ها؟ خب ماشین رو خودتون خریدید ها؟ بله یگان نفر دیگر توفه نکردن. بسیار هنرمندان رو تقدیر من نیست نویستگی به شما نرسیده نه همین خیلی آدم من بسیار ماشین خریدگیم به دیگر کس 3 آدم در من ماشین خریدگیم والله قسم 3 ماشین یک کسی نیست که امود ماشین 3 خرید. ماشین خریدگیم 3 آدم ده BMW خریدم زفیر خریدم مرسدس خریدم از همین کسب انتخاب نموده خود بار پشیمان نشده؟ پشیمان نیستم پشیمان نمیشم یعنی و کسب ما دوست میدارم پرتافتنی هم نیستم دوباره او تولید شوید جده سند رو انتخاب میکنه دوباره به دنیا بله. بیاید یعنی باز میخواید که آوازخوان شوید. ولی دشوار نیست. بینندگان عزیز شما برنامه چهره آشنا رو از سامانه تاجیکان گروپ تماشا کرده استودید. مهمان ما هستند آوازخوان خوش صدا گلدانه بانوی علیارزاده. خب گلدانه بانو صحبت خود رو ادامه میدهیم و امروز ما میبینیم که در یک چنین وضعیت ناگوار هنرمندان ما به عائله های کم بضاعت به معیوبان کمک میکنند و دست خیش رو دراز میکنند و در این سمت میخواستم فهمم و از روی آوازه ها شنیدم که شما نیز در این سمت به چند تن از نفرانی که احتیاج دارند کمک کرده اید. این ایده به شما چگونه پیدا شد که به نفر کمک کنید این کار خیر کنید؟ بله من خانه خداوند باید میرفتم مبلغ جمع کردم میرفتم میمدم خیلی دنیا نوتین شید رها محکم شید من این مبلغ را یک کسی جراحی کردم اویله کم بزاعت بود ما را نتونستیم که سیومکا کنم در یوتیوب پرتم او نخواست که مرا همه خیلی یاردم که خیلی ممکنه یکان خیش و تبارش یکان فرزندش ایزوکشی ترسید بسوجه من نمیدونم مرا اجازه نداد که ما را سیومکا کنم مقصد پیشکشی بینندگان پیشکش کنم به خاطر که من گفتستم که 3 نفر را جراحی کردم یک نفر شوش در بلنیسه مچتون قرار دارد یک نفر دیگر در قره بالا کمتر پوچش بای خودگی یک کسی دیگر کسل پوست اذیت میکشد پوستی که کسلی که گذرانده است اون را
من باید یاردم میکنم او را در خونش یاردم میکنم. بله. کم بغلا همه ای دستم رسیده گیرم، ولی نیت دارم که یک بلند کوه ده اجازه گیرم نسوس قطع آب برارم. بله، بهترین کار می شود و کار خیر همه وقت ثواب است و باوری دارم که در این سمت باز دیگر کارهای نیک نیز انجام میدید. و گلدانه بانو، چرا با نفر دویت نمیخونید؟ ما ندیدیم که شما با یگان هنرمند دویت سرایده باشید. من میخوام دویت همه عبدالرحمن حکیمزاد قطع بخوانم. کدام دویت رو؟ عبدالرحمن حکیمزاد خودش آهنگساز، شاعر، از دست عبدالرحمن حکیمزاد تمام کار میاد، پروسه پیش ما دخچه کرک میدازه. چی میکنیم؟ ما در خدمت صنعتکاران هستیم، کوشش میکنیم که یگان ترانه خوب من یگان حافظ در پیشکش دویت خوانی نکردم، این نمیکنم. پیشنهاد شما رو قدر میکنیم، برای ما باعث افتخار است که بانو با ما پیشنهاد کردن. انشاءالله که روزهای نزدیک این نقشه عملی خواهد شد. و میخواستم فهمیم که گلدانه بانو بیرون از کشور سفرهای هنری داشتن و دیگر دولت ها؟ من و دیگر دولت ها، ازبکستان، قزاقستان، افغانستان، پاکستان، روسیه سفرهای هنری داشتید. مخلصان شما را چگونه پذیرفتند در آنجا؟ تاجیکان بودند، ازبک ها، افغان ها، مردم ایران بودند. کنسرت ها شما چگونه گذشت در آنجا؟ با حافظ نو مهمان بسیار احترام میکنه. قبول میکنه. من در اون رخ نگردیده که مرا اون کسی دشنام کنه یا که ناحرمتی کنه. من هیچ چیز رو ندیدم. من همین دولتی که سفر کردید بیشتر شما را در کدام دولت صمیمانه گرم پذیرفتند؟ روسیه چند شهراش رفتم، همه جدا همه تاجیکای خدمان بود. خیلی چقدر چهره تاجیک با لباسی تاجیکی خریده بجا نمایان است. مرا استقبال خوب گرفتن. تشکر زیاد. اکثر هنرمندان بانوی ما در طربخانه ها خوراک میخورند، از عهده پختن خوراک نمیبرایند. آیا شما فارغ از صنعت در خانه با پدر و مادر با فرزندتون خوراک پخته میتوانید؟ بله، من همه کار عهدهش برآمده میتونم. یعنی با غیر از اون در ده زندگی کرده؟ نه، دختر دهات هستید؟ دختر دهات هستید. نه، من 6-7 سال شد در شهر. یعنی در دوشنبه زندگی میکنید. خب چی نیت و نقشه ها دارید در آینده؟ سرود نو، کلیپ نو، کنسرت ها؟ یک سرود نو برآوردم به خاطر که مثلا بس کردم نگفتم یگان جوی برنامه ده یکی مردم ده در گوشش همه خیلی صدا میتید که من بس کردم. به این خاطر همین سرودی که نو بایی کردم آماده کرده استوده؟ سرود شعرش از زینب بی، آهنگش ای دلور زهریان، ارنجراف کشت ایکی سورو. سرود خیلی میرود. هرچی دلم خواست همون میکنم، دشمنم را خاکی زمین میکنم. هرچی دلم خواست همون میکنم، دشمنم را با خاک یکسان میکنم. غیبت و تهمت نکنید آدمان، غیبت و تهمت نکنید آدمان. در جهان هیچ کس نمانده است جاویدان، در جهان هیچ کس نمانده است جاویدان. سلامت باشید. و گلدانه بانو بارش شده است که در توی یا در کنسرت فناگرام شما مرده باشد؟ ما از اول صنعت سر کردم. یک استاد دارم، رستم عمرو، میگفت که او صنعت بود کرده است. میگفت که
مرا فقط живой زنده سراییدن رو یاد میگیرم. من خانهش میرفتم و خانه من میومد. من قریب 3-4 سال من живой میخوندم در وزی زنده живой میخوندم. بعد پیشرویشی فنگرام در غال دیدم. یا 3-4 سال دیگه در فنگرام غال دیدم. یک کورکنی دولت یک اردن با ابروخ دعوت کرد. رفتیم همون روز همون رستم عمر نوازنده ما استاد من نبود. یک نوازنده دیگر را بردیم. یوزبیر از دادیم سرود تست کردیم خیلی جن 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 گفته رفت. دیگه در همونجا قسم خوردم که دیگه حیاتی دارم فنگرام من نمیخوام. ایزای کشنم زمین نکرد. گفتم پگم صنعت بس میکنم. بس توبه کردم. بعد دیگه صنعت بس میکنم. گفتم کسال شدیم 3 روز خانه دخواه رفتم. مخلص ها زنگ میزنه توی دورو زنگ میزنه خانه دا ماشین قدیم میان خانه همی صنعتکار همی بخواه زینه رفتن گفتم همی صنعت دیگه توبه کردم فنگرام من نمیخونم. یعنی در توی بوز من چی بگیرفته اگه فقط از زنده خانه بله رفتو در یگون توی در یگون کنسرت شما سرودخوانی کنید و مخلصان رقص نکنن کفکوبی نکنن خود رو چگونه احساس میکنه؟ شده است همین حالت ها؟ این حالت ها من یکم بار رخ ندادم. من 10 سال در صنعتم. اینمی من سرودای آرام هم نمیخونم. ایما همه رقصی یگان حالا در نشده که یگان کس رقص نکنه. یعنی همه رو میتونه که برقص جلب سازه. انشالله. خب در آخر میخواستم تمنیات شما رو به مخلصان خود به بینندگان برنامه چهره آشنا که از سامانه تاجیکان گروپ پیشکش مخلصان گردانده می شود چی گفتنی دارید به مخلصان به بینندگان عزیز؟ به مخلصان عزیزم گفتنیم که همه وقت صحت سلامت باشن سربلند باشن دنیای ما آباد باشن راههای ما گشاده شود بیماری ها نیست شود انشالله نیست شید توی بالای توی باشم ما قرار نبستیم که من به توی نمیتونم همه وقت در خدمت مخلصان باشه. من از تاجیکستان بیرون و مهاجران هم گفتنی هستم که صحت سلامت باشن سربلند باشن رها گشاده شون شما بیاین توی تماشا کنیم ما توی تماشا شما در تیار هستیم. دو سرود مهاجری برای مهاجران دو سرود غریبی آماده کردم به نزدیکی پیشکش مهاجران می شود. иқдоми нав ай спонсори мо паримач дар силкаи зери видео буда даромада регистратсия кӣ дар 50 сомон ставка кӣ дар дилхоҳбозӣ ва ҳар ҳафта дар розыгриши дастмонаки замонавӣ наушникҳои беспроводной ва шоҳ ҷоиза Samsung A71 иштирок кӯ заряжай на лето с паримач.